مسابقه موتررانی در قطر همزمان با نمایشگاه قطر. هموطنان نهایت عزیز، در این برنامه در مورد یک مسابقه موتررانی در قطر که همزمان با نمایشگاه قطر آغاز می شود و رقبای موتر ساخت افغانستان نیز در این مسابقه اشتراک کرده‌اند می‌پردازیم و برایتان خواهیم گفت که موتر ساخت افغانستان آیا در این مسابقه اشتراک خواهد کرد یا خیر و در مورد این مسابقه برایتان معلومات می‌دهیم. پس تا آخر ویدیو ما را همراه بوده و به افتخار و درخشش این که موتر ساخت افغانستان مقام اول را در این نمایشگاه بگیرد ویدیو را لایک و شیر کنید و برای آگاهی از تازه‌ترین رویدادها و دستاوردها از افغانستان حتما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا در اسرع وقت بیننده تازه‌ترین رویدادها و دستاوردها از افغانستان باشید. هموطنان نهایت عزیز، امروز یک خبر تازه دیگری از نمایشگاه قطر به دست ما رسیده که همزمان با نمایشگاه قطر یک مسابقه موتررانی به سطح جهانی برگزار خواهد شد و این مسابقه بهترین موترهای اسپورت جهان را مشخص می‌کند که از کدام کمپانی ها هستند و کدام کمپانی ها بهترین کمپانی موترسازی هستند و در این مسابقه که برگزار می شود یک مکان مخصوص مسابقه در قطر ساخته شده و این چنین یک نقشه‌ای دارد و هر موتر که زودتر یک دور را کامل کرد و دوباره به نقطه آغاز برگشت برنده مسابقه می شود و این مسابقه موتررانی از 5 اکتبر یعنی از روز آغاز نمایشگاه تا 8 اکتبر یعنی تا روز سوم نمایشگاه ادامه خواهد داشت. و اما در این مسابقه موترهای کدام کمپانی ها اشتراک می‌کند و آیا موتر ساخت افغانستان در این مسابقه اشتراک خواهد کرد یا خیر؟ هموطنان نهایت عزیز، طبق اطلاعاتی که ما در وبسایت برگزار کننده های این مسابقه دیدیم، قرار است یک تعداد کمی از کمپانی های معروف موترسازی در این مسابقه اشتراک کند و از کمپانی های معروف فراری و مکلارن در این مسابقه وجود دارد و باقی موترها از کمپانی های است که موترهای مخصوص مسابقه می سازند و موترهایشان برای استفاده شخصی نیست. و اما محمد رضا احمدی 6 ماه قبل تصمیم داشت در همچون یک مسابقه‌ای که در فرانسه برگزار می شد اشتراک کند، اما نتوانست در آن مسابقه اشتراک کند چون حامی نداشت. و اما در حال حاضر موتر ساخت افغانستان که در قطر است، آیا قویسیا در این مسابقه اشتراک می کند یا خیر؟ هموطنان نهایت عزیز، رضا احمدی در مسابقه لمانس که در فرانسه برگزار میشد به خاطر اشتراک میکرد که در نمایشگاه قطر را پیدا کند و در این نمایشگاه به مردم بگوید که این موتر تاییدی مسابقه لمانس را دارد و از لحاظ استقامت هیچ کمبودی ندارد، اما در حال حاضر که اجازه اشتراک در نمایشگاه را دریافت کرده و از سوی همزمان برگزاری نمایشگاه و مسابقه در یک روز است، قویسیا متاسفانه نمیتواند که در این مسابقه اشتراک کند و از سوی دیگر انجینی که در قویسیا استفاده شده در حد نیست که بتواند در مسابقه اشتراک کند و پیروز شود، چون موترهای مسابقه‌ای تایرهای مخصوص، طراحی مخصوص با راننده‌های بسیار با تجربه دارد که موتر ساخت افغانستان چون نمونه اولیه است و با استانداردهای جهانی ساخته نشده نمیتواند در مسابقه اشتراک کند. اما از این چنین مسابقه در کشورهای مختلف زیادی برگزار می شود و انشالله بعد تولید انبوه و استاندارد قویسیا با انجین جدید 12 سلنگ سال دیگر در چنین مسابقات اشتراک خواهد کرد و انشالله مقام اول را در سطح جهان خواهد گرفت. و هموطنان نهایت عزیز، شما در این مورد چی نظر دارید؟ نظر خود را در بخش کامنت ها برای ما بنویسید و ما پایان ویدیو رسیدیم. سپاس از اینکه ما را تا آخر ویدیو همراهی کردید. برای آگاهی از ویدیوهای آینده ما حتما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.